درود. آزادی آنلاین امروز درباره صدمه مرگبار است که به گفته مقامات با عیب یک معیار ملی صورت گرفت و در نتیجه آن 3 جوان هلاک شدند. صدمه نقلیاتی روز 11 فوریه در یک گوشه دوشنبه در نزد کارخانه استحصال سمنت رخ داده است. وزارت کارهای داخلی گفت سلطان جان سلطانوف سردار شعبه کافتوکاوی جنایی وزارت کارهای داخلی در ناحیه ورزاب را که با ماشین تویوتاش با سرعت بلند حرکت کرده و با ماشین مقابل برخورده است دستگیر کردند و اکنون باید برای رفتارش جواب بگوید. در این صدمه راننده و 2 مسافر ماشین اوپل به هلاکت رسیده، یک نفر دیگر در حالت وزنین در بیمارستان قرار دارد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی که به محل صدمه رفت دیگر باره بحث را درباره رفتار خود حامیان ترتیبات و قانون و به خصوص رفتار کارمندان ملیسا برانگیخت. بسیاری از کاربران گفتند بی‌اعتنایی به قاعده‌های رانندگی، حرکت با سرعت بلند و بی‌احترامی به قانون در بین کارمندان مقامات انتظامی یک کار عادی شده است. کاربری به نام انسان و آدم شرحی را در وبسایت موزر گزارش درباره صدمه گذاشته است که فشرده آن را می‌خوانیم. بسیار و به‌حد زیادند به نام ملیساها یا کارمندان حفظ حقوق که مست و الست و خودسری کرده می‌گردند لیکن تقوا دارند. مردم بیگناه در راه‌ها کشته می‌شوند. اینها چگونه سردار شده کار می‌کنند؟ باید با تقوا و پشتیبان‌هایشان به جوابگری کشیده شوند. کاربر دیگری به نام تاش بیبی اسیمسا در صفحه اینستاگرام رادیو آزادی نوشته است کارمندان ملیسا فقط از مردم رعایت قانون و قاعده را طلب می‌کنند ولی برای خودشون قانون و قاعده ارزش و اهمیت ندارد. شرح او را همراه می‌خوانیم. مقامات امور داخلی برای بلند کردن سرعت حرکت مردم را جریمه کرده و جزا می‌دهند. خودشان به یگان طلبات قانون جوابگو نیستند. بعضیشان حتی چی بودن قاعده‌های حرکت و راندن ماشین را نمی‌دانند. از مارکه ماشینشان معلوم است که هایند و من مطمئنم حالا راننده ماشین اوپل را جوابگر می‌کنند. اینها ناخواسته پخش می‌کنند، بیگناه می‌شنانند و وای بر حال خلق بیچاره. یکی دیگر از کاربران وبسایت رادیو آزادی ادعا کرده است که خودسری در بین کارمندان ملیسا زیاد است و آنها با چنین رفتارشان مردم را به داد می‌آورند. او نوشته است که بعضی از کارمندان ملیسا در منطقه ها دور از مرکز هر کاری که دلشان بخواهد می‌کنند. شرح این کاربر که خود را رشتی معرفی کرده است چنین است: یکم اینکه ملیساها از رمکه یا چهارچوبه آدمگری برآمدند. با معاشی که میگیرند آیا ماشین گران خریده می شود؟ در رشت ملیسا می آید با شلواری دریده اما بعد 1 سال صاحب خانه، ماشین و 2 زن می شود. همین گونه ملیسا باشد دوست چی در کار؟ کاربر دیگری با نام شهروند از نبود انتظام در میان کارمندان ملیسا شکایت کرده و گفته است که گویا در تاجیکستان قانون فقط برای مردم فقیر و بیچاره است. او گفته است خودشان قاعده ها را ویران میکنند، انتظام نیست، قانون برای 4 کمبغل است. فردا در نزد خدا برای خون آن فوتیده ها جواب میدهد. کارمندان ملیسا و وزارت کارهای داخلی همشون برای اتستاسیون آماده شوند. این حادثه ها چند مرتبه تکرار می شده باشد. کاربر دیگری به نام داورخ با مراجعت به دادگاه‌های تاجیکستان از آنها خواسته است و قضیه آنهایی که از مقامشان سوء استفاده می‌کنند جدی مناسبت کنند تا خودسری در بین آنها کم شود. شرحی کوتاه داورخ چنین است: همین گونه کسی را که از منصب سوء استفاده و جنایت صادر می‌کند جزای سخت دهند تا به دیگران عبرت شود. در این میان یکی از کاربران وبسایت رادیو آزادی گفته است این خودسری و بی‌اعتنایی کارمندان بلندرتبه ملیسا ریشه عمیق‌تر دارد و به سیاست انتخاب و تعیین کادرها و مدیریت در سطح حکومت تاجیکستان برمیگردد. این کاربر که خود را برزو معرفی کرده است چنین شرحی را زیر گزارش رادیو آزادی درباره صدمه مرگبار گذاشته است: احوال کارمندان حفظ حقوق را بینید. آبروی دولت به زمین یکسان. این است نتیجه منطقی خش و تباربازی، همشهری بازی، محلگرایی، خدابازی و هاکذا علامت‌های مفکوره فئودالی تاجیکان عصر 21. برزو درست میگوید یا سبب‌های قانونشکنی در بین مقامات چیزی دیگر است. شما هم نویسید یا در ویدیو ثبت کنید و به ما بفرستید با تلفنی که میبینید و به هر وسیله که میخواهید: واتساپ، وایبر، تلگرام و یا ایما. وبسایت آزادی هم عین این امکان را دارد. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه دیگر.